امروز اومدم با 2 تا محصول جدید از شرکت کاله، بستنی‌های فوردو، چیزکیک شکلات و چیزکیک شاتوت. روی بسته‌بندی نوشته که قبل از استفاده 15 دقیقه در دمای محیط نگه داریم. اول کدومو تست کنیم؟ به نظرم اول شکلاتیشو تست کنیم ببینیم چطوره. شوق لایه وسط که فکر کنم پنیریه، لایه زیری هم که کیک یا بسکویته، روشم که شکلات. شکلاتش که خوشمزه بود، زیرش بسکویت کیک نیست، لایه وسطش هم که پنیریه خیلی خوشمزه بود. طعم شکلاتش هم قشنگ حس میشه. بریم واسه طعم بعدی یعنی شاتوت. راستی قیمت هر کدومشونم 50,000 تومنه. دونه های شاتوت انگار روشه. بریم واسه تست این یکی. این طعمش هم خیلی خوشمزه است. اینم مثل اون یکی، زیریش بسکویته، وسطش پنیریه و روش شاتوته. من به شخص شکلاتشو بیشتر دوست داشتم، ولی اینم خیلی خوشمزه است و به هر دوشون 10 از 10 رو میدم. لایک این ویدیو رو هم بزن که بهم کلی انرژی میدی. چنلم هم حتما ساب کن که تست کلی خوراکی داریم.